السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صبح دوستان بخیر. امیدوار هستم هر کجایی که هستین صحت و سلامت باشین. میخواستم چند حرف اطراف مرگ همون جوانی که در بین بچه های تاجیک برای خانی معروف بود بکنم. اولش این که دعا کنیم الله سبحانه و تعالی این جوان رحمت کنه، گناهاش رو ببخشه و به بازمانده هاش صبر جمیل عطا کنه. دویمش این که دوستان عزیز بخصوص آنهایی که رپ میخوانند، مسخره بازی میکنین، رقاصه این در شبکه های مجازی صحیفه دارین، از مرگ این جوان مرد که بچه 21 ساله بود باید عبرت کنید. ببینین اینم جوان بود، جوان 21 ساله بود، نقشه ها داشت، ولی وقتی مرگ که آمد بردش. و یکی از نشانه های قیامت هم همچنانی که در حدیث حسن امام طبرانی از انس بن مالک روایت میکنه، یکی از نشانه های قیامت این زیاد شدن مرگ مفاجات است، یعنی مرگ ناگهانی زیاد می شود. توبه کنین، اصلاح شوین. ببینین جوان بود مثل شما، مرگ قیامت میبرش، شاید فردا مرا ببره، شاید فردا تو را ببره. هیچ کس نمیدونه که مرگ کدام وقت به سراغ او میآید، در اختیارش نیست. هیچ کس نمیدونه که فردا با او چی میشود. خوش به حال شخصی که عبرت میگیره و اصلاح میشود. شما اصلاح شوین، عبرت بگیرید، حالی هم وقت دارید. حدی اقل کمترین کاری که میکنین اما پارول صحیفه های خودتون که در یوتیوب و در اینستاگرام و در دیگر جا دارین که این صحیفه های شما پر از مسخره بازی است، پر از گناه است، پر از فسق و فساد است. حدی اقل اما پارول صحیفه هاتون پیش یگان کس دمانی که اگر رفت و مرگ ناگهانی آمد و بردد، حدی اقل همون صحیفه ها پاک کنند تا اینکه گناه جاریه تو در قبری و همون گناه جاریه همون رفته نرسه در همونجا. کمترین کاری که میکنن همین کارا بکنین. از مرگ اینها حتما باید عبرت گرفت. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.